با سلام خدمت همراهان عزیز. با آموزش تزریق PRP برای رفع ککمک صورت به خصوص نواحی اطراف چشم و گونه ها در خدمت شما هستیم. بعد از آماده سازی سرم خون، بهترین که سرم رو داخل سرنگ های بیدی یا سرنگ های انسولین بریزیم که میزان سرمی که داخل بافت تزریق میکنیم دستمون باشه. دقت کنید تمرکز ما برای PRP بیشتر در نواحی اطراف چشم هست. این دختر عزیزمون با توجه به سن کمی که دارن، حدود 22 سالشون هست و متاسفانه به خاطر پوست سفیدشون و خیلی نسبت به نور آفتاب حساس هست، ککمک‌های بسیار ریز و قهوه‌ای رنگی در نواحی اطراف چشم و گونه‌هاشون هست. نواحی دیگر صورتشون هم هست ولی این نواحی خیلی پررنگ تره و ما تمرکز و تزریقات رو بیشتر توی این ناحیه قرار میدیم. دقت به تزریق کنید. زاویه دست برای افرادی که ککمک دارن بهترین عملی که میتونن انجام بدن برای رفع ککمکشون PRP هست. خیلی سیف هست و نزوهای شاین یا وایت کننده. بقیه روش های دیگه یه مقدار تهاجمی هستن و دوران لقاحت بسیار طولانی دارن. PRP در نهایت بعد از 5 الی 6 جلسه لکه ها رو یا کاملا از بین میبره یا خیلی کم رنگ میکنه. در کنار جلسات PRP میتونیم مزوتراپی رو انجام بدیم، چون لایه بردارها به تنهایی اونقدر قدرتمند نیستن که بخوان این ککمک ها رو از بین ببرن. یه نکته هم برای افراد بهتر رعایت بشه این که از ضد آفتاب های رنگدانه دار حتما استفاده کنن. خود اون رنگدانه ها یک کاوری هست که مانع رسیدن اشعه یووی خورشید میشه و ضد آفتاب های بدون رنگ واقعا کاور کنندگی بسیار زیادی ندارن، به خصوص برای این افراد. نه اینکه کاور نکنن، برای این افرادی که پوستشون بسیار نازک و سفید و حساس هست بهترین حالت ضد آفتاب ها و حتی کرم پودرهایی که SPF بالای 50 دارن. سرنگی که برای مزو و PRP استفاده میشه همون سرنگ های انسولین هست. سرسوزن هاست یا نیدل هایی که استفاده میکنیم نیدل های مزوتراپی هست. حدود 4 میلیمتر بلندی نیدل و بهتر از نیدل های گیج 33 و یا 30 استفاده کنیم. فرقی نداره چه برای PRP و چه برای مزو. PRP و مزو جهت تزریق و میزان تزریق و زاویه دست هین تزریق روی صورت یکی. با توجه به اینکه دخترمون چون خیلی اخم کردن جلوی آفتاب و یک چروک‌های ریزی در ناحیه خط اخمشون هست، ما اون ناحیه هم دقت کنه ناحیه پیشانی هم داریم PRP تزریق میکنیم. به خواسته خودشون تو ناحیه ابرو هم یه مقدار PRP کردیم، ابروهاشون یه مقدار کم پشت شدن و نواحی خط رویش مو هم انجام دادیم. زمانی که PRP صورت رو انجام میدیم میتونیم به خواسته مراجعه کننده ببینید ناحیه شقیقشون ریزش مو زیاد بوده به خاطر بستن مو که دخترای جوان عادت دارن که کش موشون رو محکم میبندن و موی اون نواحی کشیده میشه و ریزش بیشتری دارن. خیلی خوب، مبارکشون باشه.